چند عامل اصلی برای رسیدن به خواسته‌هات. 1. نیاز، هدف، حرکت. اگر اهدافی برای خود تعیین کنی ولی هیچ گونه نیازی داخلش نبینی، اهداف بی‌معنیه. اگر احساس نیاز بکنی، اهداف هم داشته باشی ولی هیچ گونه حرکتی نکنی، بازم انگار که هیچ کاری نکردی. این سه تا باید باشه که تو خواسته‌هات برسی. فرض کن من هدف دارم که برم مسافرت. خب بر حسب نیازم حرکت میکنم، تلاش میکنم. میگم برم تا دروازه قرآن، یا یکی دیگه میخواد بره تا اصفهان، یکی دیگه میره شمال، یکی میگه نه من میخوام مسافرت خارجی برم. بر حسب نیازش تلاش میکنه، هدف گذاری میکنه، حرکت میکنه. یکی میخواد پایین شهر خونه بخره، یکی میخواد بالا شهر بخره، یکی مثل ایران ماست میخواد شهرک تو مریخ بزنه. اینا همش بر حسب نیاز هدف گذاری میکنن و تلاش میکنن و حرکت میکنن. اگر احساس نیاز نکنی، هیچ گونه حرکتی نمیکنی. اگر احساس نیاز کنی، هدف نداشته باشی، حرکت رو انجام ندی، بازم بی هیچ کدام از خواست